تراکتورسازی تو جهان اول میشه. منچستر هم این تماشاگر رو نداره، بارسلون هم این تماشاگر رو نداره. تراکتور پرطرفدارترین تیم دنیاست. تراکتور یکیه. تراکتور کل بعد از منچستر بعد منچستر اوله. الان اینجا 80,000 نفر آدم هست. چرا در 10 دقیقه اول درصد پرسپولیس 50% شد؟ 150% ورزشگاه پر شده. واقعا این نیست که اینا میگن بالای 100%. درصد 100% تقریبا. یعنی 100% که نمیشه. نه حداقل 50%. هوادار تراکتورساز بالای 50%. 60% طرفدار داره تراکتور سازی. هواداران تراکتورساز بالای 50%. چرا تو برنامه 11% نوشتن؟ چرا وقتی نشون میداد درصدو فردوسی بر میخند؟ چرا دیر نشون دادن؟ 13% بود درسته؟ پس چرا دوباره شد 11%؟ همش میومد پایین، بزن که بره بالا همش میومد پایین. 13 عوضی بره 15 20 بشه میومد 11 شد 9 شد همش میومد پایین. الان شما نگاه کنید ببین چند نفر اومدن اینجا. اینجا مثلا 100,000 نفر. خب شما حساب کنید 13% میشه 100,000 نفر. 100% چقدر؟ ها 13% زده بود 13%. کل مثلا تبریز 13% زده بود که مثلا اس ام اس اومد. تو یه خانواده که ما 5 نفریم اس ام اس فرستادیم نرفته، ولی کسی که پرسپولیس رو زده فوری رفته. برنامه 94 بار اس ام اس زدم هیچ کدومش نرفت. من از شهرستان مرند اومدم 60 کیلومتری تبریز. خب 3 تا اس ام اس خودم فرستادم، بابام فرستاد، خواهرم فرستاد، هیچ کدوم نرفت. تا گوشی داریم آقا اصلا یه دونه‌ش هم نرفت. اس ام اس های آذربایجان رو کلا قطع کرده بودن. نه فقط تبریز رو بسته بودن جلوی. مطمئن؟ آره. به هیچ عنوان از آذربایجان یه دونه هم SMS نرفت. 2 ساعت SMS زدیم به خدا 8 نفر بودیم هیچ کدوم مال ما نرفت. اینجا 80 نفر آدم هست یا نه؟ چرا اس ام اس ما 11% اومد؟ چرا؟ کامران الان نگاه کن اینجا 100,000 نفر طرفدارشه، هر خونه 3 تا SMS بزنید میشه 300,000 نفر. الان میگه 11% چیز SMS. ببین یه سوال شما میگی میشه 300,000 نفر، حدود 3 میلیون نفر تو اون نظرسنجی شرکت کردن، 300,000 نفر چند درصدش میشه؟ همش میگه همه 914 همش بسته. آقای عادل پرده پوست خب همش میگه اس ام اس همه تراش بسته. ما قبول داریم پرسپولیس طرفدارش زیاده اما نه اینجوری این پشت ندارن. 160,000 نفر اس ام اس داشتن. 150,000 نفر تماشاچی اومده. شما خیلی آقایی، خیلی چاکر، خیلی گل‌های گلی. انشالله تراکتور اول میشه باشه.